آره آره. اگه دنبال یک کباب خوب و خوشمزه میگردی حتما اینجا باغ رستوران کباب خوبه. اگه یک کباب خوب و خوشمزه میخوای حتما یه سری به من بزن و چهارشنبه ها موزیک زنده داریم، از دستش نریم. امشب ببره من از تو مایه ناز یارب تو کلی ده صبح در چاه انداز ای روشنیه. بعد یک کباب خوب چی میچسبه؟ چایی که میخوری؟ یه چای بخوریم. چای میخوری یا چی؟ میخوری؟ چایی؟ بخوری؟ خواستیم بخوری. چایی. من رفتم چایی بخورم. یه چای بزنم. یه چایی. من رفتم چایی بخورم. یه چایی نخوریم ما هم؟ چایی. ماما میره چای بخورم. چایی بعدش هم خوب. من چای میخوام. چایی به ما نمیخوره؟ کسی نمیاد من چای بخورم. کبابی که نیشش باز باشه کبابش خوب. به قرآن اینو جدی میگم. اصلا من همینم که بخندم نباید بخندم. کبابی باید صفر باشه، خوش باشه. اما شما بیا با من بریم کو ببین من چیکار میکنم. اگه تونستی منو بشونی من فقط میرقصم. حالا شما میگی خنده باش. نه راسته بره. این هم نونه بعده درجه یک. بیا اینجا دستت رو فرو کنیم توی این هنوزم بیاد نیست. معلوم مثلا گوشت خدا همینطور نگاهش می‌کنی معلومه خدا شاهد ما گوشت بعد اصلا یه تو شکل معلومه از شکل معلومه از بو معلومه از همه چیزش معلومه.
الان میان، همشون الان میان. از خود شما نمیگیریم حاج آقا، راحت باشید. ما فقط از میز غذا میگیریم. ببخشید بگیر خانم مثلا و امان بگیر. عزیزید حاج آقا. السلام عليكم يا اخوان. هاي مطعم درجة أولى وأكله كلش نظيف وكلش رخيص. أنا جروب شركة قلعة برائد وهلا شمال، والجروباتنا أكثرية 90% يجي مننا على مود أكلهم، وإحنا خاص نجي هذا المطعم نأكل لأن أكلهم بصراحة كلش نظيف كلش طيب وكلش رخيص. وهو مطعم برامسر مقابل فندق كوثر. حبيبتي شكرا. عفوا.